وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم الله متعال را سپاسگزار هستیم که برای من فرصت عنایت نمود تا با یک دیگر از سلسله برنامه‌های زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. البته مثل همیشه مفتخر و خوشحال هستم که جناب استاد سلیمانی عزیز را در استودیو با خود دارم. در آغاز سلام های گرم خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب استاد تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. من هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما استاد سرور گرامی استاد رحیمی عزیز و همچنین همه بینندگان عزیز و ارجمند، و امیدوارم که هر کجا که هستن بینندگان عزیز و ارجمند ما شما در سایه الطاف الله متعال هر لحظه زندگی اونها زیباتر از لحظات گذشته سپری بشه. آمین آمین. از ما هم چنان، از همین تنها از بیننده ها از همین موضوع. آمین. جزاکم الله خیرا. بیننده های عزیز، البته در برنامه زلال ایمان میدونید که ما به ارکان ششگانه ایمان پرداختیم و سومین رکن آن که ایمان به کتاب های آسمانی هست، روی این رکن صحبت داشتیم. البته نوبت به قرآن کریم رسید. ما خواستیم کمی تفصیلی تر روی این رکن از ارکان ایمان که ایمان به کتاب های آسمانی هست و قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی و زندگی نامی است که از سوی پروردگار به سوی بشریت فرستاده شده است، خواستیم بیشتر روی این موضوع صحبت داشته باشیم. در هفته گذشته البته در مورد حقوق قرآن بر مؤمنان صحبت کردیم که قرآن بالای مؤمنان چه حقوقی داره. از جمله حقوقی که قرآن بالای ما به عنوان یک مسلمان دارد، اولین حقش این است که ما به حقانیت قرآن ایمان داشته باشیم که کتاب الله متعال است، از سوی الله متعال توسط جبریل امین بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده است و تا قیام قیامت از تحریف و از نقص و زیادتی محفوظ است و ضمانت حفاظت او را هم الله متعال خودش به عهده گرفته است. از جمله حقوق قرآن بالای مسلمان این بود که باید در قبال قرآن تعظیم و احترام داشته باشیم، هیچ نوع بی‌ادبی را نه تنها خودمان بکنیم و نه از کسی دیگه متحمل و متقبل شویم. البته همین دلیل بود که وقتی که در بسانقات دنیا کفار بالای قرآن توهین و یا به احترامی کردن، مسلمانان جهان انزجار شدید خود را در مقابل مقدسترین کتاب آسمانی ابراز کردند. و سپس از حقوق قرآن کریم گفتیم که تلاوت قرآن است، باید مسلمان ها او را تلاوت بکنند. برای تلاوت البته تعلیمش نیاز هست که اول بیاموزند. شنیدن قرآن همچنان از حقوق قرآن است و یکی از عبادات بزرگی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز خودشان گاهی میرفتند نزد بعضی از یارانشان و از ایشان میخواستند که قرآن تلاوت بکنند تا ایشان بشنوند. و تدبر و تفکر در آیات قرآن کریم برای فهم قرآن نه تنها نیاز است بلکه از حقوق قرآن کریم هست. و سپس عمل کردن به قرآن و شفا جستن از قرآن نیز از بعضی حقوق قرآن کریم بود که در برنامه گذاشته رویش صحبت کردیم. حالا من نمیدونم استاد سلیمانی عزیز در این هفته چی میخوان بگوین؟ چی میخواید بگوید در این قسمت از برنامه زلال ایمان در مورد قرآن کریم؟ الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. موضوع صحبت کردن درباره قرآن کریم بسیار سنگین است و مهم است و ابعاد بسیار فراوانی داره، چون که این کتاب بزرگی است و این کتاب عادی نیست. انسان درباره یک کتاب یک انسان
مثل خود اگر قرار باشه صحبت بکنه، برخی از کتاب‌های علمی که نوشته شده یا کتاب‌های ادبی که نوشته میشه یا در مجالات مختلف، هر موضوعی باشه، بله. انسان وقتی که میخواد درباره اون کتاب بالای یک جلد باشه صحبت بکنه، نمیشه که انسان به راحتی حق مطلب رو ادا بکنه وقتی که اون کتاب یک کتابی باشه که مخصوصا در یک فن خاصی تالیف شده باشه. و چه برسه که وقتی الله متعال کتابی برای ما فرستاده به مانند قرآن کریم، اما از اونجایی که به هر حال ما این کتاب وظایفی ما داریم در برابر این کتاب و این کتاب کتابی است که الله متعال او رو فرستاده برای زندگی ما. و این کتابی است که دستورالعمل زندگی ماست، برنامه زندگی ماست. و الله متعال انسان رو خلق کرده و برای این انسان یک کتاب فرستاده. و الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا اللهی که خالق انسان است نمیداند که این انسان به چی نیاز داره؟ چگونه امکان داره که الله متعال که خالق و مدیر و مدبر عالم است انسان رو خلق کرده باشه و او رو رها کرده باشه؟ و افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آیا شما فکر کردین که من الله با عظمت شما رو همینجوری بیهوده آفریدم؟ ما بیهوده آفریده نشدیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من الله با عظمت خلق نکردم جنها و انسانها رو مگر برای عبادت خود. خب این عبادت ما چگونه عبادت بکنیم؟ چطور باید عبادت بکنیم؟ از کجا بفهمیم که چی عبادت هست، چی عبادت نیست؟ و ما در زندگی به کجا میریم، از کجا آمده ایم، کجا خواهیم رفت و مسیر ما چگونه خواهد شد و چه کارهایی باید انجام بدیم، چه وقتهایی باید انجام بدیم، رابطه‌های ما چطور باید باشه، معاملات ما چطور باشه، معاشرات ما چطور باشه. همه اینها نیاز داشت به یک برنامه زندگی. و الله متعال برای ما یک کتاب فرستاده به نام قرآن کریم که این کتاب از طرف خودش فرستاده شده برای ما و تمام نیازهای ما انسان‌ها، با وجود تفاوت در جنس، با وجود تفاوت در سن، با وجود تفاوت در صنف و با وجود تفاوت در زمانها و مکانها، این کتاب چون از طرف الله متعال که خالق عالم هست به نحوی دقیق است و به نحوی محکم است که از زمان نزول تا قیام و قیامت همه اجناس و طوایف بشر رو در همه زمانها و مکانها خطاب قرار میده و برای همه اونها کافی است. و اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و پاسخگوی نیازهای بشر در راه رسیدن به الله تعالی، در راه دست یافتن به صراط مستقیم، در راه دست یافتن به سعادت و خوشبختی دنیا قبل از آخرت است. آخرت کسی که بالاخره پایرو قرآن باشه که آخرت شک در اون نیست که به خوشبختی میرسه. قرآن برای ما آمده تا به ما زندگی کردن یاد بده. قرآن رو ما باید زندگی بکنیم. ما در برنامه گذاشته همونجور که شما اشاره فرمودید درباره موضوع مهم حقوق قرآن برای یک انسان مسلمان مؤمن ما صحبت کردیم. اما ما باید بیشتر در این باب دقت بکنیم و صحبت بکنیم که قرآن کریم این نیست که ما فقط او رو بخوانیم، این نیست که ما فقط بیایم و ایمان داریم که این کتاب از طرف آسمان است و احترام میگذاریم و میبوسیم و اما در مسیر زندگی ما یک انسان مسلمان مؤمن به قرآن در عمل، در اخلاق، در رفتار تفاوتی بین زندگی این انسان و یک انسانی که اعتقادی به قرآن نداره مشاهده نشه. چطور ممکنه منی که ادعا میکنم قرآن کتاب زندگی من است با کسی که ادعا میکنه اصلا خالقی وجود نداره برای آسمان ها زمین؟ من انسان مسلمان مؤمن میگم من رو الله خلق کرده برای یک هدف مشخصی و یک دستورالعمل زندگی برای من فرستاده به نام قرآن که وحی است، که معجزه است، که تمام آنچه که از حقوق قرآن است قبول میکنیم. بعد اما در عمل بین من انسان مؤمن مسلمان به قرآن و کسی که اعتقاد نه تنها به قرآن بلکه به خالق آسمان و زمین، بلکه به الله متعال اعتقاد نداره، اون انسان بین من و زندگی اونش تفاوتی نباشه. آیا میشه؟ آیا قابل قبول هست این گونه تعامل با قرآن کریم؟ آیا من مسلمان میتونم ادعا بکنم من پیرو قرآن هستم تا وقتی که زندگی من قرآنی نیست؟ آیا من مسلمان که خود رو مدعی ایمان به قرآن میدارم و ادعا میکنم قرآن رو ایمان دارم بهش و اعتقاد دارم و میبوسم و احترام دارم و اگر در شرق و غرب کره زمین کسی اهانتی بی احترامی به قرآن کریم کرد، چون اشاره کردید ماشاءالله در سر و صداها در این خوبه که امت اسلامی ما همچنان براش مقدس کتابش و همچنان تفاعل نشون میده نسبت به این بخش ایمان به قرآن کریم و زنده است. اما این تنها این نیست. این که من مسلمان ناراحت میشم، اعصاب من خورد میشه، عصبانی میشم کسی به قرآن توهین میکنه، این ناراحتی و خشمش ممدوح، این یعنی چیزی هست که مورد
مقبول مورد قبوله، یعنی باید باشه. من با من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. حالا اون عکس العمل هاشو من کاری به عکس العمل ها، نحوه عکس العمل ندارم، اما همین احساس درونی که ایجاد میشه و همین ناراحتی و انزجاری که ایجاد میشه، اون خود فی حد ذاتی مقبول است. اما خب اون که چگونه ما باید پاسخ بدیم اون بحث دیگری است که کار فقها و علما است که باید تبیین بکنن و تعیین بکنن چگونه واکنشمون رو نسبت به این موضوع. اما خود این آیا من این مسلمانی که ناراحت میشم، خود من درباره قرآن من چطور تعامل میکنم با قرآن؟ خود من در زندگی من چقدر قرآن نقش داره؟ ما قصد داریم درباره این صحبت بکنیم که زندگی ما با قرآن باید چطور باشه؟ زندگی با قرآن، من مسلمان چطور باید با قرآن زندگی بکنم با دستور عمل خودم؟ و چطور من میفهمم؟ خب من تا به هر کدوم از ما وقتی که بپرسیم تعامل شما با قرآن چطور، میگیم خب من قرآن دارم زندگی میکنم. همه میگیم که ما قرآن دستور عمل زندگی ماست. من هم میگم، شما هم میگید، بینندگان عزیزم میگن، هر مسلمانی میگه من قرآن دستور عمل زندگی منو بعد دارم، از قرآن درس میگیرم و عمل میکنم. معیار چیست؟ چطور ما الان بفهمیم من سلیمانی از کجا بفهمم من ایمان من به قرآن کریم، برخورد من با قرآن کریم، رفتار من با قرآن کریم واقعا در اون حدی هست که حداقل بتونم به اون امیدوار باشم. نمیگم که در بالاترین حد ممکن باشه، چون اون مال نبی علیه السلام است و بعد از ایشان هیچ کسی به این درجه نخواهد رسید. اما حداقل بتونم یک مقداری به خودم باور بکنم، خوشحال باورمند باشم و امیدوار باشم که من حداقل در این مسیر اهدنا الصراط المستقیمی که هر روز دارم صحبت میکنم، یعنی حداقل گوشه و کنارش اگر این لاین سرعت این سمت چپ این لاین آخر نیستم سرعت، این طرف حداقل در همین مسیر دارم میرم، لنگان خرک خیش به مقصد برسانم. این رو چیکار باید بکنیم؟ این رو الان ما وقتی که به قرآن کریم نگاه میکنیم، آیاتی هست که تن انسان رو میلرزونه وقتی که این آیات رو انسان میخونه. مثلا وقتی در سوره فرقان میبینیم که الله متعال میفرماید و قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول صلی الله علیه و سلم در قیامت گله میکنه برخی از متبعین خودش، از برخی از قوم خودش که اینها، حالا این قوم میتونه که این قوم مراد قریش باشه و میتونه به صورت عام حتی متبعین رسول صلی الله علیه و سلم و مسلمانان هم باشه، که ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو هجرش کردن، ترکش کردن. یا ما در سوره مبارکه جمعه میبینیم که ما الله متعال وقتی که صحبت میکنه درباره تورات که در مقام و درجه پایینتر از قرآن کریم است، الله متعال میفرماید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال کسانی که تورات به اونها، مثل الذین حملوا التوراة، حملوا یعنی بلغوا، کسانی که به اونها تبلیغ شد، تبیین شد و گفته شد و رسید. درست. تورات به اونها رسید. مثال کسانی که تورات به اونها رسیده، ثم لم يحملوها، حملوا التوراة ثم لم يحملوها. این لم يحملوها دوم یعنی لم يطبقوها، اون کسانی که به اونها تعلیم داده شد، تورات گفته شد، اما تطبیق عملی تورات در زندگی اونها مشاهده نمیشد. اما این انسانی که ادعای ایمان به تورات داشت، این انسان تورات رو خوند، یاد گرفت. ببینید حمل التوراة گفتیم یعنی بلغوا، مفسر میفهمن یعنی بلغوا، تبلیغ شد، به اونها رسید. قرآن رو خواندن، تورات رو خواندن، این کتاب آسمانی رو فهمیدن، هم خواندن هم فهمیدن هم درکش کردن. یعنی ببینید این مرحله، اینها کیا هستن؟ اینا انسان‌های عادی هم نیستن، حتی اونا کسانی هستن که خواندن، یاد گرفتن، حتی فهمیدن. اما مشکلشون چی بود؟ ثم لم يحملوها لم يطبقوها، تطبیقش ندادن، عمل بهش نکردن. اینها مثالشون چیه؟ الله متعال میفهمد اینها مثال اینها کمثل الحمار، به مانند حیوان درازگوشن، به مانند الاغن. اینا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یک حیوانی روش کتاب گذاشتن داره میبره، حیوانی روش کتاب گذاشتن داره میبره. این مثال قرآنی برای ما تشبیه میکنه کسی که یک کتاب آسمانی به او داده شده، فهمیده، خوانده، فهمیده، اما عمل نکرده، با کسی که حیوانی که روی او مجموعه از کتاب ها میگذارن و میره. وجه تشبیه چیست اینجا؟ چرا الله متعال میاد تشبیه میکنه کسی که کتاب تورات، یک کتاب آسمانی بهش داده میشه، میفهمه، خوانده میشه بهش،
گفته میشه، به شهر داده میشه و میفهمه اما عمل نمیکنه، با کسی حیوانی که کتاب گوش گذاشتن میبره، اونم حیوانی مانند الاغ. و این از سخت ترین تعابیر و مثال های قرآنی است. این از سخت ترین مثال ها و تعابیر قرآنی است. یک مثال دیگه هم سخت شبیه این ما در سوره اعراف داریم که اون هم باز مخاطبش کسانی هستند که اون هم کتاب آسمانی رو یاد گرفتن و فهمیدن اما در عمل مشکل دارن. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، بخوان بر اونها مثال کسی رو که کتاب من الله با عظمت آیات من به او داده شد. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله متعال در این آیه سوره مبارکه اعراف برای ما حکایت یکی از قرآن مثال‌های سخت‌تر و شدیدتر از این دو مثال سخت‌ترین مثال‌های قرآنی است. یک جای الله متعال یک انده رو تشبیه میکنه به الاغ، یک جایی الله متعال در سوره اعراف انده رو تشبیه میکنه این شخص خاص مورد نظر رو که یک نفر گفته میشه که نامش بلعم با اورا بوده و از اولیای زمانه خود بوده. دقت کنید، از اولیای زمانه خود، تا حدی که درباره او مفسرین نوشتن که مستجاب و دعوه بوده این شخص، یعنی وقتی دعا میکرد در جا قبول میشد، یعنی جزء خواص امت خودش، خواص زمانه خودش بوده. الله متعال میفهمد و مثله کمثل الکلب، این به جایی رسید که مثال این مثال سگ است. ببینید دو تا مثال برای الان من بچه مسلمان، خب من خودم خوشحالم دیگه، خب قرآن که قبول دارم، قرآن بهش باور دارم، خوبه دیگه، تعظیمم میکنم، 7 جلدم کردم میبوسم، بعد سال به سال رمضانم هر رمضانم یک دفعه میخونمش، همینطوری غلط قرود سریع از اول تا آخر یک ختمی هم میکنم، خوشحال باشم که من حق این کتاب رو ادا کردم. الله متعال درباره کتابی پایینتر از قرآن کریم در درجه و منزلت، تورات، میفهمند کسانی که تورات به اونها داده شده و عمل نمیکنند به تورات و عمل تطبیقش نمیدن در زندگی خود، قرآن تورات در زندگی اونها نیست، میمونند مثال یک الاغ، مثال یک خر است. این چرا شباهت این دو تا چیه؟ همونطوری که یک حیوانی از کتاب‌هایی که بر روی او هست چه استفاده میکنه؟ هیچ. شما بیارید بهترین کتاب‌های دانا رو روی یک حیوانی بگذارید، از این طرف میره به اون طرف، این حیوان همون حیوانه. حیوان قبل از این کتاب روش گذاشته بشه و بعد از این مسیر طولانی که رفت و کتاب‌ها رو پیاده کرد، چه چیزی در او اضافه شد؟ هیچ. خستگی. جز خستگی چی اضافه شد بود؟ چه استفاده کرد از این؟ الان مثال چی است؟ مثال برای اینه که کسی که کتاب آسمانی، وقتی تورات مثالش اینه، مثال قرآن خیلی سخت‌تر از این است. مثال قرآن خیلی سخت‌تر از این است. چرا که قرآن بالاتر و منزلت قرآن از تورات بالاتره. قرآن هم کتاب آسمانی است، تورات هم کتاب آسمانی است. قرآن بالاتره. وقتی مثال تورات انقدر سخته، مثال قرآن سخت‌تره. حتی کسی که قرآن به او گفته میشه، یاد میگیره اما عمل نمیکنه به قرآن، عمل نمیکنه، این انسان الله متعال میفهمد به مانند الاغی است، به مانند الاغی است که کتاب روش گذاشتن و داره میبره. این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم رو دقت کنیم. رسول رو درباره کسی که روز قیامت بهش گفته میشه قرآن بخون برو بالا، چه تعبیری استفاده کردن؟ یقال لصاحب القرآن، یقال یوم القیامت لصاحب القرآن، نفرمود لقارئ القرآن، لصاحب القرآن. روز قیامت گفته میشه به صاحب قرآن، نه قاری قرآن، نفرمود به قاری قرآن. این دو کلمه با هم فرق میکنه. قاری قرآن که قاری قرآن باز میکنه، همینجوری باز میکنه، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، میخونه میرم. صاحب قرآن که صاحب یار قرآن، همراه قرآن. تعبیر خیلی لطیفه و دقیقه. صاحب کیه؟ به کی میگن صاحب؟ صاحب کسی که همیشه همراهشه، همیشه باهاش هست، همیشه انسان المرء مع من احبه، انسان با اون کسی است که دوستش داره و انسان با کسی که همراه هست. انسان مثلا الان یکی هست با ماله، کی میگن تاجر؟ به کی میگن تاجر؟ تاجر به کی میگن؟ به کسی که نشسته داخل خانه و هیچ تجارتی نداره، هیچ ثروتی نداره، هیچ عمل، به این کسی نمیگه تاجر. تاجر به کی میگن؟ تاجر به کسی میگن که صبح تا شب در بازاره، صبح تا شب داره معامله میکنه، صبح تا شب داره خرید و فروش میکنه، اینو میگن تاجر. چرا؟ چون این صاحب ماله. به کی میگن صاحب قرآن؟ به کسی که صبح تا شب با قرآنه، به کسی که با قرآن زندگی میکنه، به کسی که با قرآن عمل میکنه، کسی که اخلاقش قرآنی نیست، کسی که رفتارش قرآنی نیست، کسی که زندگیش قرآنی نیست، این صاحب قرآن نیست.
قاری قرآنه. روز قیامت به قاری قرآن نمیگن بخون برو بالا. وقتی قرآن عمل نمیکنه، ولو اینکه قاری باشه، قرآن رو حفظ باشه، با تمام روایت‌هاش بخونه، تفاسیرش رو هم بلد باشه، اما عمل نکنه، روز قیامت رسول الله فرمود 3 گروه به دوزخ میرن. اولین انسان‌هایی که به دوزخ میرن 3 گروهن. یکی از اینها چیه؟ 3 گروهن. یکی شهیدی که در راه الله تعالی کشته نشده، به خاطر اسم و رسمش کشته شده. یکی دیگه تاجری که ثروت خودش رو در راه الله تعالی به خیال خودش خرج کرده، اما حقیقتش این بوده که اسم و رسم می‌خواسته. آقا جان درست کرده، مسجد درست کرده، اسم خودش رو بزرگ سردر مسجد زده. اگه اسمش هم پاک کنی میگه آقا چرا پاک می‌کنی؟ یا اومده فلان کار همیشه فقط چون من. سومیش کسی که قرآن رو خونده، حفظ کرده و عمرش رو در قرآن گذاشته، اما نه به خاطر الله عمل نکرد، به خاطر اینکه به به و چهچه بگن عجب صدای قشنگی داره، رمضان ها بیاد جلو امام بشه و به به و چهچه بکنه، آخرش هم پولش رو بگیره بره، در محفلی بیاد قرآن بخونه و قرائت بخونه و بعدش هم بره. همین عمل در زندگیش نیست، تطبیق عملی قرآن نیست. اینها کی هستن؟ اینها مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اینها قاری قرآن بودن اما عامل به قرآن نبودن، اما اینها صاحب قرآن نبودن. صاحب قرآن، ما چگونه صاحب قرآن باشیم؟ این نکته مهمه، این خیلی مهمه. من مسلمان چگونه میتونم صاحب قرآن باشم؟ چطور به قرآن عمل بکنم؟ چطور میتونم قرآن رو در زندگی بکنم؟ قرآن رو باید زندگی کرد. قرآن رو ما باید سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. بهترین راه برای این که ما بیایم و بررسی بکنیم اینه که ببینیم کسانی که اهل قرآن بودن چگونه عمل کردن، از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و کسانی که بعد از اینشان آمدن، ما بررسی بکنیم که رسول الله با قرآن چگونه تعامل کرد. نسل اولی که قرآن از اونها تعریف میکنه، و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، یا فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایمانی به مانند ایمان این صحابه شما اگر آوردید، کسان ای صحابه اگر بعدی های شما ایمانی به مانند شما آوردن فقد اهتدوا، هدایت شدن. یعنی اونها ملاکن، اینو معیارن، میزانن، اینو ترازوان. اگر ما خودمون رو بیایم با اینها مقایسه بکنیم، اون موقع میفهمیم که من بچه مسلمان، من حافظ قرآن، من قاری قرآن، من از رأس دارم شروع میکنم، حتی رأس پایین که به جای خود، رأس من استاد قرآن، حتی آیا میتونم ادعا بکنم که صاحب قرآنم؟ میتونم ادعا بکنم که اهل قرآنم یا نه؟ این خیلی مهمه که ما قرآن رو در زندگی خودمون عملی بکنیم و بهترین معیار همونجوری که اشاره کردیم این هست که ما بررسی بکنیم صفحاتی از زندگی رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه‌اش رو که آیا اونها چگونه بودن و ما چگونه. واقعا پس ما نیاز داریم بریم به سراغ زندگی پیامبر و صحابه و اسلاف نیک ما که آنها چگونه با قرآن زیستن تا ما ببینیم که ما در کجای این راه و این مسیر قرار داریم. درست است؟ بریم به سراغ یک برنامه. نفس راحت شما هم بکشید. بیننده های عزیز، بریم به سراغ برنامه کوتاهی را میگیریم و میایم ان شاء الله میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یاران جانبازشان و بعد از آن مسلمانان در قرون مفضله چگونه با قرآن زندگی کردند تا ما خود را با آنها بسنجیم که در کجای این مسیر قرار داریم. با ما باشید. ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني.
با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع این قسمت برنامه ما زندگی با قرآن هست. البته استاد سلیمانی عزیز گفتن که در معرفت این موضوع ما نیاز داریم که بریم به سراغ بهترین های این امت و قبل از آنها بهترین بشریت محمد صلی الله علیه و سلم که ایشان چگونه با قرآن زیستن. البته نمیتونیم کل زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را که کل زندگیشان واقعا قرآنی بود و با قرآن بود، البته لقطات یا چی بگم نمونه های از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با قرآن و یارانشان با قرآن برای اینکه ما بیاموزیم که چگونه با قرآن زندگی کنیم، چون اگر با قرآن زندگی نکنیم همان بدترین مثالی که برای علمای تورات یا اهل تورات، کسانی که تورات با آنها رسید و آنها فهمیدن تورات را اما در زندگی خود تطبیق ندادن، خداوند گفت مانند الاغی هستند که بالاشان این کتاب ها گذاشته شده و از یک جای به یک جای دیگر انتقال میدهند و هیچ استفاده نمی کنند. خداوند ما را از آن نمونه ها نجات دهد. خب استاد سلیمانی عزیز، بریم کجا؟ به سراغ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که چگونه با قرآن زندگی کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان از آنجایی که قرآن برای ایشان نازل شد در ابتدا و نزول قرآن کریم بر رسول صلی الله علیه و سلم در طول 23 سال حیات مبارکشون بعد از آغاز وحی امتداد داشت و در ماه‌های اخیر وفات رسول صلی الله علیه و سلم تکمیل شد آخرین آیات نزول قرآن کریم. و می‌بینیم که اگر به زندگی رسول صلی الله علیه و سلم ما دقت بکنیم، می‌بینیم که رسول الله علیه و سلم لحظه به لحظه زندگیشان و روزهای زندگیشان با قرآن کریم چنان آمیخته است که اصلا دستورالعمل زندگی رو قرآن صادر میکنه. از همون اول که اقرا بسم ربک الذی خلق امر هست. وقتی که میرن در خانه و پنهان میشن در همون روز اول وحی و از ترس اون صحنه‌ای که دیدن و جبرائیل علیه السلام که ما در برنامه‌های گذشته به تفصیل در این باب صحبت کردیم، آیه خطاب میکنه اونها رو، یا ایها المدثر، کسی که خودت رو پیچوندی، قم بلند شو، یا ایها المزمل ما قم اللیل الا قلیلا. می‌بینیم که دستور صادر میشه و این دستور که صادر میشه درجا عمل میشه بهش. یعنی اینجوری نبود که رسول الله وقتی آیه میفهمید که بلند شو دست برو و شروع بکن قم فانذر، انذار بده، اونجا نشسته باشن بگن خب میرم فردا، فعلا حالا بار الله فعلا خستم، فعلا امروز کار دارم، امروز فعلا تجارت من نمیشه، والا باشه آخر هفته حالا تعطیل میشیم، فعلا ساعت کاری هست، نه حالا که من با ابو طالب قرار دارم میخوام بریم بیرون، ابوبکر هم امشب مهمانی دعوت کرده، عروسی داریم، نعوذ بالله این چیزا نبوده، این چیزا نیست و درجا اطاعت میشه. ولو اینکه این اطاعت ببینیم که این آیات خیلی جایی که میاد آیاتی است که مستقیم در برابر یک قوم قرار میگیره، مستقیم در برابر آزار اذیت قرار میگیره. عموی ایشون ابو لهب میاد و توف میکنه به صورت نازنین ایشون و دو دخترشون زینب و دو دخترشون رقیه و ام کلثوم رو پسرهای ابو لهب میان و توف میاندازن به صورت رسول صلی الله علیه و سلم و طلاق میدن، یعنی و در دوران نامزدی بودن با پسرهای ابو لهب و اینا مسائلی است که و سختی هایی که حالا مجال نیست که ما در این باب داخل بشیم. یعنی لحظه زندگی رسول صلی الله علیه و سلم رو قرآن تعیین میکنه. قرآن برایشون دستورالعمل میده. فقر ما تیسر من، هر چقدر میتونی بخون. خطاب میکنه به مسلمانان اولیه، شب بلند شو بیا عبادت بکن. در قرآن شروع میکنه، لحظه به لحظه میاد تعیین میکنه. یک تصمیمی اتفاق میفته، یک حرکتی اتفاق میفته، رسول الله میمونه چیکار بکنه؟ قرآن میاد براش تعیین تکلیف میکنه. این کارو بکن، این کارو نکن. در تمام شؤون فردی زندگی رسول صلی الله علیه و سلم و زندگی اجتماعی رسول صلی الله علیه و سلم، حتی در موضوع بحث ازدواج با زینب میبینیم که همسر زید بن حارثه پسرخوانده ایشان هست و زید قصد داره که طلاق بده و رسول الله امر میشه که باش ازدواج بکن. تا این حد که میبینیم که حتی در ازدواج‌های رسول صلی الله علیه و سلم قرآن میاد و بهشون امر میکنه. درباره خورد و خوراک رسول الله میاد قرآن صحبت میکنه. درباره نحوه تعامل صحابه که مهمانی دعوت میشن و بیرون نمیرن، قرآن میاد براشون دستورالعمل صادر میکنه، بیان میکنه. اگر بخوایم رسول الله رو با قرآن ما بخوایم درباره رسول الله و قرآن صحبت بکنیم، یعنی کل سیرت رسول صلی الله علیه و سلم از لحظه نزول قرآن تا لحظه وفاتش همش قرآن. کل قرآن رو از اول تا آخر بخونیم. کل قرآن از اول تا آخر بخونیم، ببینیم که
رسول الله چگونه با این قرآن زندگی کرده و خود قرآن هم از رسول الله برای ما صحبت میکنه، از رسول الله برای ما صحبت میکنه. و اگر بخوایم خلاصه بکنیم موضوع رو، تعبیر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، همسر عزیز رسول صلی الله علیه و سلم و محبوبه ایشان که به هر حال 9 سال از عمر با برکتشون رو در کنار رسول صلی الله علیه و سلم زندگی کردن و معلم دوم امت هستن بعد از ایشان و شاگرد این مکتب، بسیار زیبا برای ما توصیف میکنن کان خلقه القرآن. این جمله بزرگی است. این توصیف رسول صلی الله علیه و سلم از زبان مادر، کان خلقه القرآن. رسول الله تمام جوانب زندگیش، اخلاق فردیش، اجتماعیش، تعاملش با دیگران، تعاملش با خانوادهش و با دشمنانش، با دوستانش، تمام لحظه زندگیش چی بود؟ قرآن بود. اصلا خود قرآن علم رسول صلی الله علیه و سلم بود و رسول الله عمل قرآن. نمونه عملی قرآن کی بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم. خیلی جاها ما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با رفتارش سبب میشه که دیگران بهش ایمان میارن و حکایت‌های زیادی ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با رفتار، قبل از این که اصلا موضوع رو آیات خونده بشه، قبل از این، چرا؟ چون خود این عمل دیگه، اما وقتی که یک دستور هست عملیش رو داریم میبینیم. اینجا به ما رسول صلی الله علیه و سلم اگر بررسی بکنیم زندگی رسول صلی الله علیه و سلم رو، به ما میفهمانن که ما وقتی میتونیم قرآنی باشیم که عامل به قرآن باشیم. من پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم باید خلق من قرآن باشه، چرا که رسول الله قدوه منه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. رسول الله برای شما بهترین الگوست. و مادر میفرماید رسول الله چه صفتی داشت؟ کان خلقه القرآن. قرآن براش تعیین میکرد که چی کار بکنه یا چی کار نکنه. قرآن براش تعیین میکرد که چی خوبه چی بده. قرآن تعیین میکرد کی دوسته کی دشمنه. قرآن تعیین میکرد که الان اولویت چیه و الان چی کار باید بکنی. قرآن برنامه زندگی وقتی ما میگیم یعنی این. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش رو میسپاره به قرآن. هر چی قرآن میفهمد رسول الله نمیگه. خیلی جاها سخته حتی گفتنش برای رسول صلی الله علیه و سلم، اما میگه. خیلی جاها هست عادت‌هایی هست مثل جریان اشاره کردیم زینب و ازدواج رسول الله با پسرخوانده با همسر مطلقه پسرخوانده که یک عیب و ننگ بود در بین عرب و به خاطر شکستن این رسم غلط این اتفاق میفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم نه تنها عمل میکنن به لحظه و ذره احکام الله متعال. ما وقتی که میبینیم در تعامل با قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم شبها با وجود تمام مشغله هایی که دارن، ما میگیم خب اخ نداریم کار نداریم، رسول الله در مدینه منوره، من روایت رو میخوام اشاره بکنم که این روایت از محتوای روایت مشخصه که در مدینه اتفاق افتاده. درست. این اتفاق در مدینه افتاده. رسول الله در مدینه کیان؟ چیکارن؟ رهبر مردم مدینه. دشمن ها هستن، یهود هست، منافقین داخلی هستن و دشمنی مشرکین قریش هنوز ادامه داره و رسول الله علیه السلام در مدینه منوره. الان ایشون در مدینه منوره کار دارن، مشکلات دارن، صحابه مشکلات دارن. دولت نوپای اسلامی است دیگه. این مشکلات و قبایل همه اینا و همسرانشون در داخل خانواده هست، فرزندانشون هستن، همه اینا هست. مشغله های رسول الله علیه السلام صدها برابر بیشتر از ماست. در روایت حذیفه رضی الله عنه از صحابه بزرگ رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید شبی حضرت علیه السلام به نماز ایستادن، نفل، نماز واجب حالا فرض به جای خودش، نماز نفلی میخونن شب. من پشت سر ایشون اومدم اقتدا کردم، گفتم شروع کرد به خواندن سوره بقره. سوره بقره سوره مدنی است. سوره بقره اولین سوره قرآن کریم، بقره، آل عمران، نساء، مائده، این همه سوره مدنی است. به این خاطر گفتم این روایت مشخصه که در مدینه اتفاق افتاده و مشغله های رسول الله همه بوده. سوره بقره رو شروع کردن به خواندن، دارن میخونن میرن. خب الان من و شما میخوایم نماز بخونیم، نماز جماعت شروع میکنیم میخوندن. چقدر میخونیم؟ امام اگر نماز صبح 2 صفحه خواند، منتظریم که چقدر طولانی میکنه، تو تموم کن بریم دیگه، خسته شدیم. این واقعیت موجوده، یعنی باید اعتراف بکنیم. صفحه اول تموم میشه، صفحه دوم تموم میشه، صفحه سوم تموم میشه از مصحف، آیات میره 40 آیه، 50 آیه، 60 آیه. حذیفه پشت سر بگه پیش خودم گفتم رضی الله عنه، گفتم 100 آیه میخونه رسول الله میره رکوع. پیش خودم گفتم 100 آیه هنوز جز یک تموم نمیشه، جز یک 141 آیه است از بقره. آیه 100 هم رسید، نه ادامه داد.
جز یک تمام شد. سیقول السفهاء من الناس ما والله، با اون زبان نازنین، با اون لحن جهانانه رسول صلی الله علیه و سلم، جز اول تمام شد، جز دوم شروع کرد. خب داره میره رسول الله علیه و سلم چنان. حذیفه میگه خب گفتم الان نهایتش سوره بقره در این رکعت تمام میکنه میره. بقره چند آیه است؟ 286 آیه است. چند صفحه است؟ 48 صفحه است. ولی اگه سوره هم کم کنیم 47 صفحه میشه. یعنی 2 جزء و نیم، حدوداً 2.5 جزء تلاوت سوره بقره به حالت عادی و ترتیلش، یعنی همینجوری عادی اگه انسان بخواد با ترتیل بخونه، یک نواری شما بگذارید از اول تا آخر بقره رو گوش بکنید ترتیل، حداقل 1.5 ساعت طول میکشه. اون تلاوت رسول صلی الله علیه و سلم باز متفاوته با تلاوت ما. یعنی اگر بخوایم حساب بکنیم، الان رکعت اولیم، هنوز رکعت اولیم، 3 ساعت، 2 ساعت حداقل، 2.5 ساعت رکعت اول، یک رکعت 2 ساعت، 2 ساعت رسول الله ایستاده سر پا. سنشون چند سالشونه؟ در مدینه چند ساله بودن؟ لحظه دخول به مدینه رسول الله 53 سالشه. بله. و بعد نزول، اگر وقتی آل عمران نازل شده، حالا در ادامه روایت میاد آل عمران هم نازل شده، نساء هم هست، چون این در روایت آل عمران هم هست، نساء هم هست. آل عمران بعد از احد نازل شده، یعنی حداقل 4-5 سال بعد از دخول در مدینه این اتفاق افتاده. یعنی رسول الله 50 حداقل 56 سالشه، 58 سالشونه، عمری ازشون گذشته، 58 سالشونه. رسول الله در 58 سالگی 2 ساعت در رکعت اول وایسادن. و باز در روایت دیگه ما داریم هنوز رکوع نرفتن. بله. هنوز ما سوره بقره این تازه. هنوز حذیفه میگه من گفتم 100 رکعت بخون، 100 آیه بخونه میره به رکوع. کش دادن گفتم بقره تموم بشه میره به رکوع. هنوز 2 ساعت گذشته از رکعت اول، هنوز تموم نشده رکعت. 2 ساعت گذشته تا بقره تموم بشه، 2 ساعت حداقل با تلاوت رسول الله حتما اتفاق افتاده. در روایت دیگری این روایت هنوز تکمیل نشده، برمیگردیم بهش. میفرماید ام المؤمنین عایشه که رسول الله علیه السلام چنان نمازش طولانی میشد و قیامش، فقط ایستادنش، که پاهای مبارکش باد میکرد. پاهای رسول الله، پا وقتی میستاد پا باد میکرد، برم میکرد، متورم میشد. از اینجوری نبودی که آسون باشه، راحت باشه، تحمل میکرد. نه که آسون باشه. خب بگیم خب رسول الله داره سختی نداشت، سختی داشت. اینکه پا برم میکنه یعنی سختی داشت، یعنی تحمل میکرد، یعنی کمرش هم درد میگرفت. شاید انسان بود، انما انا بشر مثلکم. رسول الله انسانی مثل ما بود، تب میکرد، 2 برابر ما تب میکرد، زخمی میشد، گرسنه میشد، تشنه میشد، نیاز به خواب استراحت داشت. و حذیفه میفهمد خب سوره بقره آخراش دیگه، حالا مثلا شما فکر کنین آمن الرسول شروع میشه و لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حذیفه حالا خوشحال هست دیگه، خوشحاله که حالا خب الان دیگه میره رکوع، یک نفس، حالا خود رکوع سجده رفتن یک نفسی آدم میگیره، دوباره یک کمی هوا عوض میشه. تموم شد. آخرش فهمتون انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. سوره آل عمران شروع شد. سوره بعدی هنوز رکعت اوله، هنوز تمام نشد. سوره آل عمران شروع میشه. پیش خودش میگه، حذیفه میگه خب با توجه به اینکه بقره رو کامل خون، آل عمران هم میخونه دیگه. رسول الله آل عمران که تمام شد میره به رکوع. آل عمران چند آیه است؟ 200 آیه است، 200 آیه است. آل عمران اگر حساب بکنیم الان آخر صفحه آخر آل عمران که در این مصحفی که دست من صفحه 76 میشه، یعنی دقیقاً میشه حدوداً آخرای جزء 4 میشه. آخرای جزء 4 میشه. یعنی حدوداً 76 صفحه شما حساب بکنین. اون آل عمران هم حداقلش اگر انسان بخواد عادی بخونه 1 ساعت طول میکشه، یعنی در جای نماز با ترتیب. 3 ساعت گذشته از رکعت اول، 3 ساعت رسول الله به رکوع نرفتن. حواسمون باشه. گفتم خب آخر آل عمران تمام میشه دیگه. آیا آخر آل عمران تمام میشه یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. حذیفه میگه خب شاید الان دیگه بره رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم. دوباره شروع میشه چی؟ سوره نساء. سوره نساء شروع میشه. سوره نساء رو که شروع کرد میفهمه که دیگه این سوره هم تمام میشه. تا پایان سوره نساء رسول الله علیه السلام تا پایان صفحه 106 اول صفحه 106 از این مصحفی که دست من 5 جزء و مقداری ربع جزء، یعنی 5 جزء و ربع، 5 جزء کامل و ربع جزء 6 از ربع اولش، 105 صفحه کامل رو رسول علیه السلام در یک رکعت تلاوت میکنه. 5 جزء چقدر میشه تلاوتش؟ ما الان اگر سریع بخونیم 5 جزء حداقل 3 ساعت طول میکشه اگر ترتیب بخوایم بخونیم. و این تلاوت رو حذیفه میفهمه تازه کدوم تلاوتی بود که هر جا دعا بود دعا میکرد، هر جا درباره تسبیح بود تسبیح میگفت، هر جا درباره دوزخ بود پناه میبرد به الله تعالی از دوزخ، هر جا درباره بهشت بود از الله تعالی بهشت رو طلب میکرد.
این گونه تلاوت میکرد رسول الله بعضی علیه آیات رو السلام. تکرار میکرد. آیات رو تکرار میکرد. یک رکعت نماز رسول علیه السلام قرآن خواندنشون در شب، اینو نافله است. اینو نافله های رسول الله است. اینه که وقتی ما میگیم زندگی با قرآن، اینه که وقتی که ما در میفهمد کان خلقه القرآن، اینه که ما میگیم که رسول الله فرمود صاحب القرآن روز قیامت بهش گفته میشه برو بالا، بعد قرآن رو بخونه برو بالا، بالاترین درجه تو در بهشت جایی است که آخرین آیه قرآن رو بخونی. اینه قرآن خوندن، اینه یعنی تعامل با قرآن، این یعنی زندگی با قرآن، این یعنی صاحب قرآن بودن، این یعنی اهل قرآن بودن. در یک رکعت 5 جز در یک رکعت. حالا رکوع رسول الله علیه السلام چقدره، حالا اون بحث دیگری است. سجده ایشون چقدره، اون بحث دیگری است. رکعت دومش چقدره، بحث دیگری است. و چند تا از این رکعت‌ها میخونه و هر شب میخونه و در طول زندگی داره میخونه. این رسول الله علیه السلام است. بعضی وقتها حضرت علیه السلام یک آیه رو میان میخونن و یک آیه رو میخونن و این آیه رو هی دارن تکرار میکنن تا صبح. به این آیه رسیدن از سوره مالکه مائده، ان تعذبهم فانهم عبادك. آیه 118 مائده است. و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. این قول عیسی علیه السلام است که روز قیامت میفرماید، خطاب به الله متعال، وقتی میفرماید یا موسی انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله، تو گفتی که منو مادرم رو دو تا خدا بگذارید در کنار الله متعال. و میگه خدای من نگفتم. و بعد میرسه آیه بعدی که پروردگار ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر اینها رو شما عذاب بکنی بندگان خودت هستن. و ان تغفر لهم، اگر ببخشی فانك انت العزیز الحکیم، تو عزیزی و حکیم، عزتی داری که میدونی چطوری، قدرت داری و میدانی چطوری، و حکمت هم داری که چطوری قدرتت رو استفاده بکنی. و این آیه رو رسول الله علیه السلام که میخواندن یک شب تا صبح در قیام همین آیه رو میخواندن، در روایت آمده در رکوع هم میخواندن، در سجده هم همین تکرار میکردن و اشک میریختن تا صبح. همین ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یا شبیه این آیه روایت رو ما درباره آیه از سوره مالکه آل عمران داریم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یا شبیه این حکایت رو ما باز از این آیه در روایت دیگر از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما در کنار آیه‌ای که از قول ابراهیم علیه السلام در سوره ابراهیم است، رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني فمن تبعني فانه مني. درباره بت‌ها که ابراهیم علیه السلام فرمود اینها سبب گمراهی بسیاری از انسان‌ها شدن با واسطه تراشی‌ها بین الله تعالی و بندگان. و فمن تبعني فانه مني، هر کسی که از من پیروی کنه از من بار الله. اینها و رسول الله در بعد از اینکه این آیات رو می‌خوندن و اشک می‌ریختن دعا می‌کردن امتی امتی بار الله، امتی امتی، امت من امت من. ببینیم حکایت آیه از قیامت است. رسول الله با این آیه چطور تعامل میکنه، چطور زندگی میکنه با این آیه از قرآن. نمیخونه فقط همینجوری نفهمه که چی میشه و رد بشه، نه، میخونه و میدونه که این اتفاق افتادنی است و میدونه که وقتی عیسی علیه السلام به الله تعالی بگه که خدای اینا بندگان خودتن، اگه عذاب بکنی بندگان تو هستن، من هم یک روزی گناهکارانی از امت من خواهند بود، روسیاهانی از امت من هم میآیند در روز قیامت که مستحق دوزخ هستند به خاطر گناهانشون، حالا نه جاودانه در دوزخ اما به اندازه گناهانشون به دوزخ خواهند رفت. و من هم یک روزی باید این دست رو بلند بکنم بگم که ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. و امتی امتی، امت من امت من یا الله. این یعنی چی؟ این یعنی ایمان به وعده های الله تعالی. این یعنی زندگی با قرآن که من یقین دارم این اتفاق میفته. وقتی درباره بهشت صحبت میکنه قرآن، این هست، این ایمان منه، این باور منه، من میرم این مسیر رو میبینم. اگه درباره مرگ صحبت میکنه من باور دارم که این هست، این اتفاق میفته. وقتی درباره دوزخ آیات قرآن صحبت میکنه، من وقتی با این تصور و با این تفکر و با این دید به قرآن نگاه میکنم در وجود من تاثیر میگذاره. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. از صفات مؤمنین ایمان من چه موقع بفهمم من ایمان واقعی به قرآن دارم؟ وقتی که در ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی که ذکر الله متعال میشه این قلب من به تپش میفته، تاثیر میذاره روش، یک احساس درونی در من ایجاد میشه که این احساس چی میشه؟ سبب میشه که من ایمان من اضافه میشه. من احساس میکنم که در یک دنیای دیگه ای داخل شدم. این ایمان به قرآن کریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق میفرماید گفتم یا رسول الله شبت، پیر شدی یا رسول الله،
عزیزی به عزیزش، دوستی یار غاری به یار غارش میفرماید که یا رسول الله شبته، موهای سفید بر سر روی رسول علیه السلام ظاهر شده بود. ابوبکر صدیق ازشون میپرسه یا رسول الله شبته، در پاسخ چی فرمودن؟ شیبتنی هود و اخواتها. در یک روایت سوره هود منو پیر کرد. سوره هود منو پیر کرد. سوره هود چی داره که پیر کرده رسول الله رو؟ سوره هود درباره عذاب‌هایی که بر اقوام گذشته از نوح علیه السلام شروع میشه، میرسه هود علیه السلام، ثمود علیه السلام، لوط علیه السلام، هم این عذاب‌ها رو و موسی علیه السلام و فرعون اینها رو ذکر میکنه. عذاب بر امت‌های گذشته. این سنت الله تعالی است بر روی زمین. الله تعالی رسول الله وقتی که این رو میخونه میفهمه که اگر امت من همینجوری بشه این عذاب‌ها میاد و این عذاب الله تعالی میترسونه انسان رو. شیبتنی هود در روایت دیگری هود و بعدش فرمود واقعه در اخواتها. در روایت دیگری شرحش اومده سوره واقعه که درباره قیامت است و روز قیامت و مردم سه گروه میشن، سابقون و اصحاب یمین اصحاب شمال، و نبأ که درباره باز روز قیامت است، و قبل از نبأ مرسلات که درباره قیامت است، و نبأ که درباره قیامت است، و تکویر که باز درباره قیامت است. عذاب الله تعالی بر امت‌های گذشته در سوره روح، سوره نوح و سوره واقعه و سوره مرسلات و سوره نبأ و سوره تکویر، اذا الشمس کورت، اینا همه درباره قیامت است. اینها آیاتی است، اینها واقعیتایی است که اتفاق میفته. رسول الله میفهمن منو پیر کرد. اینها یعنی چی منو پیر کرد؟ چرا ما قرآن میخونیم پیر نمیشیم؟ چرا ما قرآن میخونیم اشکمون در نمیاد؟ چرا ما قرآن میخونیم نمیترسیم؟ چرا ما قرآن میخونیم تاثیر نمیذاره در ما؟ چرا من وقتی قرآن رو باز میخونم من قبل از تلاوت با من بعد از تلاوت فرقی نکرده؟ چرا فرق نکرده؟ مشکل کجاست؟ من هم میگم ایمان دارم به این قرآن، چون دقت نمی‌کنیم، چون تدبر نمی‌کنیم، چون نمی‌خوایم که زندگی بکنیم قرآن رو. می‌خوایم فقط اجر بگیریم. شنیدیم که رسول الله فرمود هر کسی یک حرف بخونه 10 تا حسنه می‌ریزه. منم می‌خونم 10 تا حسنه می‌ریزم. همینجوری دارم می‌خونم و تو ذهنم روم اینجاست، روح هم جای دیگه است، ذهنم جای دیگه است. خیلی ما متأسفانه نمی‌فهمیم چه می‌خونیم. اگر می‌فهمیم هم دقت نمی‌کنیم، اگر فهمیدیم هم عمل نمی‌کنیم. این هاست که ما وقتی که میایم نگاه میکنیم تفاوت ما بین ما و صدر اول چیست؟ رسول الله علیه السلام حتی صحابهشون، حالا بگیم رسول الله پیغمبر بود ما نمی‌دونیم، صحابهشون ابوبکر صدیق سلیمانی عزیز، اگر اینطور این داستانی که حکایت کرده این است نماز شب پیامبر صلی الله علیه و سلم، شاید مثل ما بیچاره ها توان نداشته باشیم. نمونه های آسان‌تری نیست؟ نمونه های آسان‌تر درباره همین تلاوت اگر بریم، حالا اگر یکی از قاری صاحبایی که ما این مسجد هم باشه و داستان هم شنیده باشه، صبح برای در نماز فجر پیامبر گونه سوره بقره شروع بکنه. ما بله در جاهای رسول علیه السلام فرمود که شما رسول الله برای خودش این گونه است، برای دیگران این گونه نیست. حتی می‌بینیم که سیدنا عثمان یا سیدنا معاذ در نمازهای میرن و امام میشن و مقدار طولانی میکنن نماز رو و رسول الله بر اونها خورده میگیره که چرا مثلا سوره یوسف رو در یک رکعت در یک نماز صبح میخونن. خب سوره یوسف خیلی طولانیه ماشاءالله، سوره که 10 تا آیه داره و چند حدود یک جزء و بیشتر از یک جزء. بله برای دیگران وقتی که من با عنوان یک امام جای جلو میشم باید رعایت بکنم. پشت سر من پیرمرد هست، پشت سر من ضعیف هست، این مسئله دیگری است. این هم جزء زندگی با قرآن است. این جزء زندگی با قرآن و فهم قرآنه. بله اون بحث دیگری است. من وقتی که عبادت میخوام بکنم نباید به حساب دیگران باشه. من وقتی که دوست دارم قرآن رو زیاد بخونم، رسول الله میره خودش در خانه تنها میخونه، خودش میاد چیز میکنه. اما وقتی که امام هست مشخص میکنه نماز مغرب انقدر باشه حدودا، نماز از فلان سوره بخونید، نماز اشراق از فلان سوره بخونید، نماز صبح که مقدار طولانی‌تر بخونید. اما مقدارش نمیگه معنی که ما بیایم نماز صبح فتنه ایجاد بکنیم. موضوع من این هست که ما میخوایم وقتی که ما صحبتمون روی چی بود که ما وقتی که میگیم قرآن کریم ارتباط با قرآن رو چطور میخوایم یاد بگیریم، چطور باید یاد بگیریم. باید حداقل کسی رو نگاه بکنیم که از ما بهتر هست و به اون تأثیر بکنیم. این پیامبر ماست، ما این نحوه تعاملش با قرآن است. خب ما به پیامبر نمیرسیم، خب به پیامبر حقیقتا نمیرسیم. صحابه پیغمبر خدا خب حداقل اگر ما در تلاوت نمیتونیم، این معنی نیست که هر شب کسی خب مردم درس دارن، مشق دارن، زندگی دارن، اینها نوافل هست. اما این تأثیرش رو من برام مهمه. چطور رسول الله میاد 5 جز پشت سرم میخونه، خستگی رو تحمل میکنه، لذت میبره، از قرآن لذت میبره. آیا ما از قرآن خوندنمون لذت میبریم؟ آیا ما با علاقه میایم سراغ قرآن؟ همین عزیزی که میگه من برای قرآن خوندن وقت ندارم، آیا برای فوتبال نگاه کردن هم وقت نداره؟ آیا برای سریال دیدن هم وقت نداره؟
آیا برای تفریح پیش دوستان رفتن هم وقت نداره؟ آیا برای میهمانی تا ساعت 2-1 شب هم نشستن باز هم وقت نداره؟ اونجا مدرسه و دانشگاه و کار یادش میره. وقتی که قرآن رسید و نماز رسید ما باید با خودمون صادق باشیم. ما بحث ایمان اصلا ارزش ایمان به چیه؟ ایمان یعنی یه باور درونی. یک باور دروغین چه فایده‌ای داره؟ که من بگم خب من ایمان دارم اما در وجود من تاثیر نمیذاره. وقتی در وجود من حرکت نکنه، تاثیر نگذاره، من رو به عمل نرسونه، حتی در عمل حاضر نباشم، قرآنی باشم. بیایم در عمل نمونه‌های عملیش. ابوبکر صدیق در حکایت تهمت به ام المؤمنین عایشه که معروف است به جریان افک هم میدونیم که 3 نفر از صحابه هم لغزیدن در این جریان و الله متعال اونها رو بخشید، چون حد خوردن 80 ضرب شلاق خوردن، 1 زن و 2 مرد. من جمله این مرد یک اسمش بود مستح ابن اساسه. ایشون مادرش پس دختر خاله ابوبکر صدیق، بله، یعنی نوه یا نواسه خاله ابوبکر صدیق هم جزو کسانی است که این صحبت رو نقل کردن. ابوبکر صدیق انتظار نداشت از مستحی که خرجش رو میداد و در خانه ابوبکر صدیق زندگی میکرد و به جای خدمتکار ابوبکر صدیق بود و مادرش، که این حرف رو درباره ناموس رسول الله بزنه، درباره دختر صدیق اکبر بزنه. وقتی این خبر رو شنید که مستح هم این حرف رو زده، گفت به الله قسم که دیگه من خرج بهش نمیدم. آیه نازل شد. بعد از این آیات افک نازل شد از آیه 11 سوره مبارکه نور آمد تا در آیه 22 الله متعال فرمود ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعه. قسم نخورن صاحبان فضل، ابوبکر صدیق مراد این است، و اونهایی که الله تعالی به اونها مال داده، ان یؤتوا اولی القربى، که به نزدیکان و خویشاوندانشون بدن، و المساکین و المهاجرین فی سبیل الله، مسکین و مهاجر در راه الله تعالی است. مثل اشتباه کرد، اما قوم شماست، اما مسکینه، اما مهاجر در راه الله تعالی است. ولیعفو ولیصفحوا، اون کسانی که قسم خوردن ببخشن، درگذر بشن. الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا شما دوست ندارید که الله هم شما رو ببخشه؟ اینجا دیگه خطاب ابوبکر صدیق بود این آیه. الله غفور رحیم، الله بخشنده مهربانه. خب این آیه است. یک اتفاق افتاده، آقا من نوعی به ناموس من، به دختر من یک کسی تهمتی زده، اشتباه کرده، پشیمان شده. الان ابوبکر صدیق هم این اتفاق افتاد، ناموس رسول الله است، کاش فقط یک عادی بود، ناموس رسول الله است، ناموس اسلام، تهمت زده شده. خب ابوبکر صدیق به خدا قسم این کارو نمیکنم. آیه آمد، تا آیه را ابوبکر صدیق شنید، اینجا دیگه تعصب، اینجا دیگه عصبانیت، اینجا دیگه غیرت، این که من چرا این کارو کرده، من حق دارم، اینا همه چی فدا میشه برای چی؟ دستور قرآن. قرآن فرمود ببخشید، فرمود الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ ابوبکر صدیق چی فرمود؟ والله انا احب ان یغفر الله لی، من دوست دارم که الله تعالی منو ببخشه. گفت برو مستح، بخشیدم، به خدا قسم که اون چه که به تو قبلا کمک میکردم و تا ابد از تو قطع نخواهم کرد. این آیه قرآن، آیه میاد در جا آیه کمد تموم میشه دیگه. در محفل آدم میشینه، یک کسی حرفی میزنه، آیه قرآن میخونه، طرف انگار نه انگار آیه قرآن خونده شده براش. ایمان به قرآن هم داره، قرآن هم 7 جلد کرده گذاشته لای تاقچه خونش. وقتی که اختلاف ایجاد میشه، وقتی مشکلی پیش میاد، وقتی آیه قرآن برای کسی خونده میشه، هیچ نمیگه، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ تأثیری درش نمیذاره، ناراحت میشه براش، ناراحت میشه. بله، پس آقا ناراحت میشه. برای عمر ابن خطاب رضی الله عنه، عمر با اون شأنش، یکی اومد گفت عمر اتق الله، از خدا بترس. گفت میترسم از الله تعالی. در بعد عمر که پایینتر از عمر، هارون رشید، یکی از خلفای بنی عباس، یک یهودی آمد بهش، کنار سوار بر اسبش بود، اومد گفت هارون اتق الله، از خدا بترس. در جا از اسب پیاده شد، به سجده افتاد، سجده کرد. گفت چشم. بهش گفتم این یهودیه. گفت شما این حرفا چیه؟ من نمیخوام مستاقی نایب باشم. و اذا قیل له اتق الله، وقتی به گفته میشه، به یک کسی گفته میشه که از خدا بترس، اخذته العزة بالاثم، غرور میگیره او رو. الان به کسی بگیم از خدا بترس، میگه خودت از خدا بترس، یعنی چی از خدا؟ مگر حرف بدی بهت زدم من؟ اینها مواردی است که ما از قرآن وقتی که به نمونه عملی نگاه میکنیم، ما میگیم رسول الله فرموده آقا در فلان مثلا موضوع، یه جایی من شنیدم رسول الله فرموده، گفته شد در محفلی که آقا رسول الله فرموده شما عروس و داماد وقتی خواستگاری میشن دیگه رو ببینن. میگه غیرت قومیش گل کرد، آقا قول رسول الله بر چشم و سر ما جا داره، اما من غیرت من اجازه نمیده. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ بعد ادعا میکنی که من رسول الله رو دوست دارم. این حرف اول مشخصه که این نفر از روی نفاق داره زده میشه. این حرف
قول رسول الله بر سر و چشم من جا داره، اما غیرت من اجازه نمیده. تو از رسول الله غیرتمندتری، غیرت تو از الله هم بیشتره. این چه هم محبتی به رسول الله است؟ چی رو دوست داری از رسول الله تو؟ قرآن هم خیلی وقت اینجوریه. اگر من که پیرو الله تعالی خودم رو میدونم، بنده او میدونم، آیه قرآن برای من خونده شد و برای من تاثیر نکرد، من چه فایده میکنم از این؟ از پایینتر از ابوبکر صدیق، علی ابن الحسین ابن علی رضی الله عنهم اجمعین، امام زین العابدین به اسم امام سجاد معروف است، از اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم، فرزند نازنین حسین رضی الله عنهم، علی ابن الحسین. یک کنیزکی داشت. گفت آب بیار من وضو بگیرم. رفت آفتابه آهنی آورد، آب داشت. حضرت نشسته پایین میخواد وضو بگیره، آفتابه از دست کنیزک افتاد بر سر امام خورد و شکست و خون شد. خب الان ما می‌دونم چیکار میکنه؟ من شما باشیم چیکار میکنه؟ کسی که خدمتکار انسان هست بیاد بزنه سر انسان رو بشکنه، چی میگه بشه؟ قبل از اینکه یک نگاه انداخت به کنیزک چی گفت؟ سری آیه قرآن خوند. از صفات متقین در سوره مبارکه آل عمران آیه 33 میفرماید الذين ينفقون في السراء والضراء، متقین کسانی هستند که در نفاق میکنن در سختی و فراخی نعمت، والکاظمین الغیظ، کظم غیظ میکنن، والعافین عن الناس، از مردم در میگذرن، والله یحب المحسنین. انسان ها الله محسنین و نیکوکاران رو دوست داره. تا این کنیزک دید که امام میدونست که امام طبیعتش چیه. کنیزک هم امام رو میشناسه. ببینیم امام کی است. چرا به این درجه ها میرسن این عزیزان؟ چرا امام زین العابدین بهش میگن زین العابدین، یعنی زینت عبادت گزاران، تاج عبادت گزاران. میدونه که این انسان در برابر قرآن چقدر خاضع، در جا متوسل میشه به قرآن، کمک میخواد در خودش نجات بده. گفت کاظمین الغیظ، این تیکه آیه شروع کرد، این سه تا این قسمت، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، این قسمت آخر آیه رو میخواد بخونه. گفت والکاظمین الغیظ، در جای امام فرمود کظمت غیظی. گفت الله میفهمد کاظمین غیظ کنید، خشمتون رو کنترل کنید. خشممو کنترل کردم. ادامه داد آیه رو کنیزک. خون داره میریزه، این مقصرم است، کوتاهی کرده. گفت والکاظمین الغیظ، آیه قرآن خوند. ببینید آیه قرآن خوند به احترام قرآن دیگه. گفت کظمت غیظی، کنترل کردم خشمم. ادامه داد والعافین عن الناس، گفت الله فرموده که مردم متقین کسانی هستند که درگذر میشن. گفت عفا الله عنکی، الله تو رو بخشیدمت. گفت الله یحب المحسنین، الله محسنین رو دوست داره. گفت برو آزادت کردم، برو آزادی. ببینید این یعنی چی؟ وقتی که اینها امام قرار میگیرن، وقتی اینها الگو قرار میگیرن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قرآن در زندگی اونها انقدر نقش داره که اینها قرآن رو دارن زندگی میکنن. بیایم پایین‌تر. عمر ابن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه و از بهترین خلفای بنی امیه بعد از سیدنا معاویه رضی الله، ایشون کسی است که در زمان خودش می‌بینیم که عمر ابن عبدالعزیز یک ماهی است در آسمان خلافت بنی امیه می‌درخشه. در زمان ایشون چنان فراخی نعمت هست، چنان عدل هست، چنان خلیفه مسلمینه. از بلاد چین، از چین این طرف حساب بکنیم تا اون طرف شمال آفریقا و بخش‌هایی از آسیا و جزیره عرب همه در اختیارش. تا اندلس در نصف دنیا دستشه. بله. وقتی که داره فوت میکنه بهش گفتن 12 تا پسر داری، برای اینها یک چیزی وصیت کن. تو خلیفه مسلمینی، فقیرن برای اینو وصیت کن. خلیفه زاده ها شاهزاده ها در قصر خلیفه که نصف دنیا دستشه فقیرن. گفته چیزی وصیت کن، همین خلفای قبل تو این کارو کردن، میلیون ها بخشیدن دادن به فرزندانش. گفت به والله قسم این کارو نمیکنم. گفت حال این از دو حالت خارج نیست، یا صالحن یا فاسقن. بچهای من اگر صالح باشن، ان ولی الله الذي نزل الكتاب، ولی من الله است، اون کسی که کتاب رو نازل کرده، و هو یتولی الصالحین. اگر اینا صالح باشن الله متولی اینهاست، الله ولی امر ایناست، خودش اینها رو نمیگذاره که فقیر بمانند، کمک میکنه. اگر اینها فاسقن، به والله قسم لا ابالی فی ای واد هلک، برای من هیچ مهم نیست که در کدوم وادی هلاک میشن، کجا میرن، چه بلایی سر اینها میاد، و من اگر اینها فاسق باشن به خاطر فسق اینها به اینها کمک نمیکنم که فسق انجام بدن، پول بدم تا فسقشون رو بیشتر بکنن، در روز قیامت من حساب کتاب اینها رو بدم، نمیکنم این کارو. اونها رو صدا کرد، گفت من برای شما اگر مال نگذاشتم دین گذاشتم، صالح باشید تا الله ولی نعمت شما باشه. این از کجا پیدا کرده این رو؟
از این کتاب. زندگی با قرآن یعنی این. من ببخشید خلیفه مسلمینه، نصف دنیا دستشه، اعتقاد داره که کتاب قرآن اگه این صالح باشه خدا خودش متولی اینه، اگه صالح نباشه من کمک نمی‌کنم در گناه بهش. نمیگه بچه منه، نمیگه بده. و تاریخ گواه هست که بچه‌های عمر بن عبدالعزیز برخی از اونها 80 سواری رو در راه جهاد تمویل میکن و بچه‌های سلیمان بن عبدالملک می آمدن برای گدایی پیش فرزندان عمر بن عبدالعزیز، در حالی که سلیمان بن عبدالملک برای بچه‌های خودش میلیون ها ورس گذاشت و عمر بن عبدالعزیز برای بچه‌های خودش فقط یاد داده بود که با قرآن چطور زندگی کنن و اونها رو به مال ربط نداد، به الله ربط داد. اینها ما وقتی که نگاه میکنیم کسانی که در تاریخ اسلام رسول الله که خب رسول الله است، رسول الله است، صحابه رسول صلی الله علیه و آله با قرآن چطور زندگی کردن؟ صحابه وقتی که قرآن برای اونها خونده میشه، خالد ابن ولید شمشیر برهنه خدا 2 سال آخر ایمان آورد. 21 سال بعد از رسول الله 2 سال آخر حیات رسول الله ایمان آورد، قبل از فتح مکه. ایشون با وجود تمام تلاش‌هاش، با وجود خدمت‌های عظیمی که برای اسلام داشته، صبح تا شب جهاد داشت در جبهه شام، در جبهه عراق، در جاهای دیگه، در مصر، در هر جایی که تونست رفت. این انسان آخر عمر از اولیای خداست بدون شک. قرآن رو گرفت، به دست گرفت، گفت شغلنی عنک الجهاد فی سبیل الله و گریه میکرد. قرآن، ای قرآن جان، جهاد در راه خدا من رو از تو غافل کرد، نتونستم اونجوری که دلم میخواست با تو. زندگیش قرآنی بود، تلاوتت کنم، معانی تو رو، دروس تو رو، در معانی تو غرق بشم، حق مطلب ادا نکردم. این رو خالد ابن ولید میگه، کسی که رسول الله فرمود این شمشیر برهنه خداست، کسی که یک از یاران بهشتی رسول صلی الله علیه و سلم است، صحابه همه بهشتی هستند. این انسان وقتی که این در برابر قرآن میگه او رو جهاد بازداشت از قرآن، من شما رو چی بازداشت از قرآن؟ ما چی بگیم؟ من که این مصحف رو برمی‌دارم چی بهش بگم؟ بگم قرآن جان منو واتساپ من کرده است، منو فیسبوک من کرده است، منو تلگرام من کرده است، منو اینستاگرام من کرده است. چی بگم بهش؟ منو فوتبال من کرده است، منو سریال‌های فیلم‌های سینمایی من کرده است، منو سفر به شرق و غرب و تفریح من کرده است، منو تجارت در راه دین، در راه مال دنیا و حلال و حرام دنیا من کرده است. چی بگم بکنم؟ من چی بگم بکنم؟ خالد عمرش رو در راه جهاد، وقتی که خالد از دنیا میرفت چی ورس گذاشت؟ خالد وقتی از دنیا میرفت جایی از بدنش نبود که زخم نشده باشه. کل عمرش رو در راه جهاد در راه الله تعالی صرف کرده و هیچ جنب ورس نگذاشته. نه قصری داشت، نه کاخی داشت. در غربت در حمص اونجا از دنیا رفت و گریه میکرد که چرا شهید نشدم تازه. هیچی نداشت. تنها چیزی که از خالد ورس رسید چی بود؟ اسبش بود، نیزش بود، شمشیرش بود، سپرش بود. که اینا مسائل جهادیش بودن. هیچ چیزی دیگه نداشت. هیچی نداشت. کسی که عمر خودش رو اینجوری فدا کرده برای اسلام میاد در برابر قرآن اینجوری صحبت میکنه. من شما چی باید بگیم در برابر قرآن؟ قرآن رو باید زندگی کرد. قرآن رو باید ما از اول بیایم و درباره قرآن ما صحبت داریم، هنوز صحبتامون زیاده. درباره قرآن ما باید بیایم قرآن رو از اول ایمانمون رو به قرآن تجدید کنیم. بیایم از اول یک باب جدید در زندگی. هر چه زودتر ما این باب رو باز کنیم به والله لذت‌هایی در زندگی می‌بینیم. ما در زندگی لذت‌ها می‌بینیم و خیر میاد و برکت میاد و سعادت میاد. هر چه زودتر ما باید قرآن رو هم بخونیم، تلاوت بکنیم، بفهمیم، عمل بکنیم. مهمتر از هر چیزی که قرآن در زندگی ما باشه برنامه زندگی. تشکر. سلامت باشید. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. یقینا صحبت‌های خیلی جالب است و در عین حال خیلی ثقیل هم هست واقعا. تشکر میکنم از شما، تشکر میکنم از تمام بیننده‌های عزیز که تا این لحظات با ما بودید. امیدوار هستم که بعد از این اگر تا حالا کوتاهی تقصیر در قبال زندگی نامه‌ای که از سوی الله متعال به سوی ما فرستاده شده قرآن تقصیری کوتاهی داشتیم جبران بکنیم، برگردیم به سوی قرآن، با قرآن همانگونی زندگی کنیم که پیامبر و یارانشان زندگی کردن. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة
أعدائي ذنبي تعلم